آره خدا رو شکر ما تونستیم که بعد از این همه فوتبال بازی کردن یه همچین مجموعه ای رو توی جنوب تهران در واقع داشته باشیم. یه فضای خیلی خوبیه به نظر من و امیدوارم که از این فضا ما بتونیم به خوبی استفاده بکنیم و به قول شما چند تا ستاره که دارن تمرین میکنن رو به جامعه فوتبال تحویل بدیم. گرچه از این بچه‌ها الان 2 تاشون عضو تیم ملی زیر 15 سال هستن، ولی خب ما امید داریم که با همینا در واقع تیم تشکیل بدیم، تیم بزرگسالان و ان شاءالله همشون رو راهی تیم ملی و بعد اصلا هدف لژیونر شدنه. واقعا بازی کردن توی ایران دیگه کسی رو قانع نمیکنه. از این بچه‌ها و از این خانواده‌ها که واقعا همه چی رو میدونن، دنبال میکنن، هزینه میکنن، تقریبا همه هدف اینه که بچه‌هاشون رو بفرستن و ما هم داریم تلاشمون رو میکنیم. نه که امیدی نباشه واقعا، ولی من الان چیزی که ناراحتم میکنه، من نمیدونم شاید الان مثلا بعضی از بچه‌ها ناراحت بشن من این حرفو بزنم، بگن خب نیلوفر فوتبالش تموم شده، ولی این ارقامی که من توی فوتبال بانوان میشنوم که یه نفر 250 میلیون 300 میلیون اصلا زیاد نیست. این ارقام واقعا زیاد نیستا، ولی باید ببینیم آیا در اون حد هستیم که بخوایم برای یه مثلا 5 ماه 300 میلیون ما پول بگیریم. اصلا فوتبالمون به اون حد و اندازه هست یا داریم فکر میکنم داریم اشتباه رشد میکنیم، داریم پولا رو میبریم بالا در صورتی که فنی واقعا رشد نمیکنه و این داره ضرر به فوتبال ما میزنه، چون از بعد ملی ما رشد نمیکنیم. وگرنه تو باشگاهی خودمون بله ماشاءالله ارقام فت و فراوون، بچه‌ها هم که بچهای ملی پوش هم که بالاخره پولای خوبی دارن میگیرن. والا فوتسال قهرمان آسیا سالی پولاش فوتبالیا فعلا دارن میبرن. الان منو قلقم میکنن کلا فوتبالیا. آره فوتسال امسال سقفش 100-120 میلیونه. اون نهایت بازیکن‌ها که من میدونم پول گرفتن. تازه خب بچهای فوتسال قهرمان آسیا، بهترین دروازه‌بان آسیا، خانم گل آسیا، بهترین بازیکن آسیا، ولی خب ما تو فوتبال تو در واقع رده ملی بزرگسالان که فعلا هیچ جایگاهی نداریم. ولی خب ارقام بچهای تیم ملی فوتبال بزرگسالان قشنگ 2 برابره. هیچی مربی‌ها که اصلا هیچی. واقعا من هیچ امسال در واقع مبالغی که صحبت شده در حد همون 100 تازه 120 یعنی این چیزایی که تیم‌های مختلف 2 تا من باهاشون صحبت کردم مبالغیه که پیشنهاد دادن. سطح آقایون ما شما با آقایون دیگه‌ای بسنجید، به نظر شما برابری میکنه؟ چه دیشب آلمان بازی داشت، اصلا آدم با اسپانیا بازی داشت، آدم حظ میکنه فوتبال نگاه میکنه. ما تو فوتبال خودمون معدود تیم‌هایی میشه که تعداد پاسشون به 20 تا 30 تا پاس پای سر هم میرسه، اونم درگیر حاشیه شده. چه فرق میکنه بازیکنی که سال پیش 1 میلیارد 500 میلیون بوده تو همین یکی از تیم‌های تهران، بعد دوباره رفته توی یه تیم دیگه 3 میلیارد و نیم. چقدر مگه مثلا رونالدو شدی چی شدی که این 4 میلیارد اختلاف، این همه اختلاف؟ من نمیپسندم. مجبور نشدم، یه تایمی در واقع مجبور بودم، از اون به بعدش انتخاب خودم بود، میتونستم بازی بکنم، ولی چون توی اون تایم کوتاه با یعنی مدرسه فوتبالم افتتاح شد و با این بچه‌ها اخت شدم، احساس کردم که چرا برم بازی کنم. حالا من دنبال توپ بودم، مثل بچه‌ها برن دنبال توپ بودن، اونا لذتشو ببرن. نه به آرزوام که هنوز نرسیدم، به خاطر اینکه من باید در واقع یه جام بالا سرم ببرم، یه جام آسیایی. من حتما چه توی فوتبال چه توی فوتسال فرق نمیکنه. حالا لزومی هم نداره که آدم حتما به عنوان بازیکن جام بالا سرش ببره. البته یه دونه توی کافای فوتسال برای ازبکستان بردم، ولی خب اون چیزی که تو ذهنمه اینه که بتونم که یه جام که کمه، چندین تا جام و یه سکوی جهانی حداقل به عنوان یه مربی بتونم برای تیم ملی کشورم برمقام بیارم. میتونه توأمم باشه، ولی الان به جای رسیدن که ایشالله 40 سالگی ازدواج میکنم. دوست داشتم امسال واقعا فوتبال، لیگ فوتبال در واقع مربیگری بکنم، چون زمین فوتبال رو خیلی بیشتر دوست دارم. ما باید حقمونه که بریم استادیوم و فوتبال نگاه کنیم. من نمیدونم هیچ فرقی نمیکنه فوتبالی که از تلویزیون نگاه میکنیم یا از اونجا نگاه میکنیم. به نظر من اون روز اون جو فوتبال و جو استادیوم خیلی فوق العاده بود. اصلا یه جوری همه با ما هم تنظیم میکردن و ما هم یاد گرفته بودیم
یه طرف استادیوم یه چیزی میگفت، ما یه چیز دیگه میگفتیم، یعنی همخونی داشتیم، موج مکزیکی رفتیم. انشالله که دوباره تکرار بشه و واقعا این البته اینو بگم خیلی فوش خوردم ما به شخصه، بعدش یه رفتم یکی 2 تا عکس گذاشتم، اونایی که نمیتونستن بیان کلی واقعا تو دایرکت و زیر پستم اگر اشتباه نکنم آره نمیدونم شماها دستگیر شدین فلان شدین، حق ما بوده شما نباید برید. امیدوارم که این حق شامل حال همه دختران عاشق فوتبال بشه، چه استقلالی چه پرسپولیسی، چون واقعا حق ما دخترها هست و ما خانوما هست.